برخیز که شور جگر آمد، برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که با نوای نگاز شمس و قمری دگر برآمد. وای چه نالید نی و عرش بگرید، در عالم از این غم شرر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. مردکی خوب صفت خروس چشم انقدر پیله کرد تا دختره دقه دیوانه سر به سرانا جکو جانوری تک پارش نکرده باشد. ای خدا چه خاکی به سر کنم. عزرا عزرا کجایی نامراد؟ یا پیغمبر خدا، اینا از کدام جهنم دره‌ای پیدا شد؟ جنید یا انس، مسلمانید یا کافر؟ نزنید، نکشید. من یک زاره بابرهنم، در بساط ندارم. نترس پدرجان نترس. ما نه اجنه ایم نه کافریم، نه دزدیم نه حرامیم. مأمورین امیر مختاری. مأمورین مختار؟ پس رز جامعاتان کو؟ کلاهخودتان؟ ما شنیده بودیم مأمورین مختار غرق در زره و پولادن. بیراه نشنیدی. زره و خود برای مردان جنگی سپر است، اما اینکه چرا لباس عوض کرده ایم حکایتی دارد. خوب گوش کن پدرجان. ما به تعقیب چند فراری همه شب را تاخته ایم. ردشان را در این حوالی پیدا کرده ایم. شما یکی دو نفر غریبه ندیدی که دزدانه سفر کنند؟ ما هر چه دیدیم و میبینیم مصیبت است مسلمان. چرا بیقرار و نالانی؟ خانه خراب شدم. دختر زبان بستم از دستم رفت. دخترت چه شده؟ گم و گور شده. دیشب از خانه گریخته. انگار سوخته و دود شده. از ما چه کمکی ساخته است؟ راهم را باز کنید. نکیر و منکر نپرسید تا قصه‌ام را چاره کنم. بفرمایید، راهتان باز است. شیخ بیداش خانه خراب شدیم. شیخ یعنی
تونستی مادیان چموش ما را رام کنی؟ بیدار شو، مامورین مختار آمدن. بیدار شو، غلط نکنم مامورین مختار در پی تو آمدن. مختار؟ درست شنیدم؟ بله شیخ، بیدار شو، هوشیار شو، بیچاره شدیم. ای دل غافل، دستم به دامنت قوم خیش، کاری کن من به بیرون آبادی بروم. چطور شیخ؟ چطور؟ همه آبادی را غرق کردن. گله گوسفندت را هی کن به چرا، من قاطی گله‌ات میشم. گله‌ام کجا بود خان خمیر؟ دار و ندارم 10 بز است و 2 میش. فقط یک راه دارم. چرای قوم خیش؟ باید بمیری. بمیرم؟ دخترم وصیت کرده من و مادرش او را به خاک بسپاریم. تنهایی. بفرمایید، بفرمایید. زحمت کشیدید، قدم رنجه فرمودید. خدا اموات همه شما را بیامرزد. عزیز مادر. عمل به وصیت مرده واجب است. اجازه دهید من و مادرش پاره تنمان را به خاک بسپاریم. صاحب اختیارید پدر جان، خدا صبرتان دهد. برادران، ما احتمال می‌دهیم 1-2 تن از قاتلین پسر پیامبر در آبادی شما مخفی شده باشند، در کاهدانی یا طویله‌ای. با کسب اجازه از حضورتان می‌خواهیم تمام محله را تفتیش کنیم. بفرمایید. صاحب اختیاری. میت که عزرا نیست. نیست؟ نه. پس عزرا کجاست؟ نمیدانم. به هر سوراخی عقلم رسید سر زدم، اما اثری از عزرا نبود که نبود. انگار دود شده به هوا رفته. این جنازه مال کیست؟ شیخ زنان است. مأمورین مختار در پیش آمدن. مجبور شدم در کفن پنهانش کنم. رفتن قوم خیش؟ میروند. حرف نزن تا خوب دور شوند. خود کرده را تدبیر نیست. چاره ای ندارم جز صبر و سکوت.
مامورین مختار چرا در پی شیخند؟ نمیدانم بنی. خوب هم میدانی. تو خودت رو شریک جرم شیخ کرده ای خانه خراب. او از قاتلین پسر زهراست. حرف مفت است. کی دیده او حسین را کشته؟ من باور میکنم. من هرچه شنیدم باور میکنم. بدانی این سگ صفت دیشب از من چه میخواست؟ زنده زنده در گورش میکردی. چه میکنی زیفه؟ خود نری زهرم دیوانی خفه شدم بری دیوانی اسرا که مرده. من از گور برخواسته. مرده زنده شده. غلط نکنم پیرمرد صاحب عزا ریگی به کفش داره. بیایید. جل الخالق، این جماعت سجانن. چرا میخواستی او را فراری دهی؟ عفو کنید سردار، به خدا ما بیگناهیم. بیگناهی؟ میدانی این ملعونی را که در کفن پنهانش کردی کیست و چه کرده؟ بله، شنیدم سر حسین را بریده. با این وجود پناهش دادی، میخواستی فراریش دهی. چه کنم سردار؟ ارباب بود، زور داشت. ضرب و زور دخترم را خریده. مرحبا به غیرت زن و دخترت. از طلا و نقره سنگین کنید که من شاه پرده‌دار را کشتم. من کسی را کشتم که پدر و مادرش از همه بهترند. خورجینم را از لعل و یاقوت و زمرد پر کنید که من حسین پسر اسدالله را کشتم. در هر نفس زندگی
مصیبتی است. امانش ندهید. امیر، مبارکتان باد. سر رزم‌ترین اشقیا، پیشکش خونخواه اولیا و صلحا، سر شمر ابن ذوالجوشن. درود خدا بر کشنده شمر. دست مریزد پهلوان. فتح الفتوحت سجده شکر دارد. ابو مفلس، تومار قاتلین حسین بگشا و نام شمر را خط بزن. بله امیر. و ایزن نام سنان ابن انس را. ظاهراً بنا داری همه فتوح قیام را به نام خودت ثبت کنی. برای قاتلین حسین، کیسان ابو عمره، یعنی حضرت اسرائیل. مراقب حضرت ابلیس هم باش سردار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مأمورین حکومتی، درب را باز کنید. خدا لعنت کند شما و آن امیر مردم آزارتان را که وقت و بی وقت مزاحم آسایش مردم میشوید. بابا، به پیر، به پیغمبر، به هر کسی که شماها میپرستید، خولی گور به گوری 1 ماه است که خانه و کاشانه را به امید غیب رها کرده و سر به بیابان نهاده. ما چه گناهی کردیم که باید به پای او بسوزیم؟ بس که آمدید و رفتید ذله شدیم. من حکم دارم این خانه را تفتیش کنم. اگر درب را باز نکنید، مجبورم از دیوار و پشت بام داخل شوم. بالا رفتن از دیوار و پشت بام خانه مردم که رسم شماست. این که میخواهید از در وارد شوید عجیب است. بفرمایید. این خانه و این شما. به زبان خوش میپرسم ضعیفه. خولی کجاست؟ در کدام سوراخ پنهان شده؟ باز که میپرسی قلچماق، به زبان یعجوج و مجوج حرف زدم؟ تو که یک بار همه قار و قورهای این خانه را جستی، جز تو زن پاشکسته کسی در این خانه نیست. پس بنشین و ببین. همه سوراخ سنبه ها را بجویید، داخل صندوق ها، کندوها و پستوها. شاه مسترا فراموشتان نشود. من حتم دارم این خناس داخل شاه خراب پنهان شده. شما کنیز این خانه ای؟ من زن این خانه هستم. ایشان هووی من و سوگلی خانه. تو میدانی خولی کجاست؟ حتما بوی خولی شما را به اینجا کشانیده. خب بو بکشید، پیدایش کنید. ببین همشیره، من مایل نیستم خاک این خانه را غربال کنم یا خدای نکرده آتش به آشیانت بیندازم. من خولی را میخواهم که جرمش محرز و مسلم است. پیداست تو از هویت مقبول تری. جای ملعون را نشان بده، شر را بکن. رئیس شرطه‌ای مثل تو نوبر است. دفعه قبل هم که آمدی خولی در خانه بود. تو چه میکنی گیس بریده؟ این چه حرفیست که میزنی؟ بود و نبودش برایم فرقی نمی‌کند هورا. خولی شوهر تو بود و ملک عذاب من.
خدا نیامرزدش. دودکش. بیا بیرون. تو راه فرار نداری. بیا بیرون تا زنده زنده کبابت نکردم. هیمه در تنور افکنید. حرم آتش پایینش میکشن. من امیر. خدا مرگت دهد با این روح خبیثت. لااقل این دمدمه های آخر عمرت آدم باش. توبه و تقصیر کن، شاید گشایشی در کارت شود. زنها را با خود میبرید. باید شهادت بر اعمال شنیع این کفتار دهند. به خدا قسم من نمیدانستم این روسیاه کجا قایم شده. خودتان که دیدید. به عقل جن میرسید داخل دودکش اجاق باشد. به هر حال شما متهم به دروغ، تهمت و فحاشی هستید. بیگناه باشید قطعاً تبرئه میشوید. برویم. یزید اصبهی متهم است به مشارکت فعال در جنگ نابرابر کربلا و کشتن جعفر ابن علی و عثمان ابن علی و نیز حامل سر بریده حسین ابن علی از کربلا به کوفه و چرخاندن سر در معابر و میادین کوفه و ایجاد هلهله و مضحکه و اهانت به سر در عیان و نهان. در این محکمه زنان شاهده‌ای حضور دارند که شبی را میزبان سر بریده مولایمان حسین ابن علی بودند. در اظهاراتشان اسراری وجود دارند که در اشد و اقل عقوبت صاحب جرم مؤثرند. من از ایشان می‌خواهم مشاهدات خود را قبل از عزیمت خولی به کربلا و نیز بعد از رجعتش بیان کنند. شما همشیره، قسم بخور جز آنچه دیده و شنیده‌ای بر زبان نمی‌آوری. قرآن به کمرم بزند اگر کلامی دروغ بگویم. بگوشیم. خولی قبل از رفتن
قول غنیمتی را به هورا داد که با آن غنیمت میخواستند رقاص خانه‌ای در کوفه به راه بیندازند تا هورا در آن برقصد. آن روز فالگوش ایستاده بودم و همه حرفهایشان را شنیدم. وعده هایت همه کشک بود. با چرب زبانی مرا از شام به کوفه کشاندی و در این قفس حبس کردی که بپوسم، که بمیرم. خدا نکند هورا جان، خولی پیش مرگت. دم رفتن نفوس بد مزن لوبتکم. کاش میفهمیدی غربت یعنی چه. آن هم در شهری که بال و پرت را بستند. من آواز نخوانم و نرقصم مرده‌ام. عزیز دلم بخوان، آواز بخوان. اون رقاص خانه و اون میکده شامی و اون بت فتانه‌ای که جولان میداد هنوز شیرین ترین رویای خولیست. قول میدهم به زودی در کوفه لنگش را برایت بسازم. تو مرد بزمی خولی، نه مرد جنگ. من هم قرار نیست که به جنگ بروم. میروم که از غنیمت جنگی بی بهره نمانم. مطمئنم در این جنگ تحفه‌ای به چنگ میآورم که با آن به همه آرزوهایمان میرسیم. دور است. کجا؟ همین جایی که قرار است بروی. آها، سرزمین نینوا. نه، همین نزدیکی هاست. چند فرسخی کوفه. چقدر طول میکشد؟ قریب به یقین 3-4 روز. چشم به هم بزنی با دست پر کنارتم. به سرت نزند شیر شبی و پیش قرار جنگ. هورا تحمل شنیدن خبرهای ناگوار را ندارد. باید مغز خر خورده باشم که از هورایم دل بکنم و دل به دریای جنگ بزنم. جنگ است خولی. کسی که به جنگ برود و نجنگد زودتر از جنگاوران به خاک میافتد. من حوصله ندارم موهایم رو به پای مردی سفید کنم که در جنگ قلیل شده. ظاهرا در امور حرب مرا باور نکرده ای. درست است مزاجم با عیش و نوش سازگارتر است، اما در جنگ هم آدم دست و پا چلاقی نیست. چرا آب قوره گرفته ای؟ خولی از خدا بترس. میخواهی به جنگ کسی بروی که پاره تن پیامبر بوده؟ به خدا قسم هر کس به جنگ حسین بن علی برود عاقبت به خیر نخواهد شد. خفه! کسی از تو نظر نخواست. تو سالهاست با شیعه‌گری هایت راحت را از من جدا کرده ای. دلم برایت میسوزد که طلاقت نمیدم. پس نانت را بخور و به اندازه خرج شکمت نوکری کن. در غیاب من کنیز هورا تویی. بشنوم با او اخم و تخم کردی یا کج سخن کرده ای؟ کنده نیسو. شرم دارم دشنامش رو بر زبان بیاورم. شرم دارم. یک زن ناقص عقل را آورده اید و با وعده و وعید گولش زده اید که خزعبلات ببافد و حرف شما را به کرسی بنشاند. این همان عدالت علیواری است که در بوق و کرنا کرده اید. خب میخواهید بکشید، خب بکشید. چرا عرض مردم میبرید؟ چرا؟ میدانم این ضعیف از کجا میسوزد. شهادتش از سر حسادت است، نه از سر انصاف. شهادت همسر شامیت را چه عذری میآوری؟ هر چه هورا شهادت داد به جان و دل میپذیرم. رو سفیدم کن هورا جان. و شما قسم میخوری به صدق سخن کنی؟ قسم میخورم. قسم به خدای لاشریک که جز به صدق سخن نکنم. اینکه خولی به طمع غنیمت به جنگ رفت و اینکه میخواست با غنیمت جنگ برایم رقاص خانه دایر کند دروغ نیست.
خولی با همین وعده ها مرا گول زد و از شام به کوفه آورد. روزی که خولی عازم جنگ شد پاپیچش شدم نرود. مخالفتم نه برای این بود که جنگ با حسین گناه است، نه. من حسین را نمی شناختم. هنوز هم مثل شماها او را نمی شناسم. روزی که خولی با سر بریده حسین آمد و چشمم به چشمان حسین افتاد، تنم لرزید. انگار زنده بود. در نگاهش شکوهی بود که مرگ را حقیر می شمرد. روزی که خولی از جنگ آمد توبره‌ای بر دوش داشت. طوری صدایم کرد که خیال کردم توبره‌اش پر از علنگو و خلخال و سینه ریزهای غنیمتی است. هورا کجایی هورا؟ آمدی خولی؟ آمدم با دستی پر با یاقوت و گوهر شبچراغ. اونقدر اشرفی به گردنت بیاویزم که گردن خم کنی. بگو خولیو بیا. خولی جان، آخ که وقتی گل از گلت میشه کفت نام خولی از لبانت چه شنیدن دارد. بگو خولی تا خون شد، بگو تا خر شد. خولی بچه خولی. غنیمتی آوردم که برای سلطان شامیتان به اندازه یک خزانه میارزد. تمام شد روزهایی که در حسرت ثروت بیکران میسوختیم تا آخر عمر که قمار کنیم و ببازیم باز برنده ایم. هم وزن سری که در تنور است طلا مژدگانی خواهم ستاند. کافیست سر را تحویل ابن زیاد و یزید بدم. حتم دارم با انعامشان قمارخانه بزرگی در کوفه علم کنیم. قمارخانه‌ای که قمارخانه شام در برابرش مغلوب است. بیا ببین چه شاه سری است. سر بریده کیست؟ این سر بریده همان مردی است که مدت هاست خواب و خوراک بر یزید شاه شامیتان حرام کرد. انگار هنوز زنده است. چشمانش برق عجیبی دارن. تو او را کشتی خولی؟ نه، تو خولیت را آدم کم عقلی دیدی؟ من فقط نظارگر معرکه شدم. سر را کسانی بریدند که از نعمت عقل محروم بودند. من کمین کردم. در یک فرصت عالی سر را از رقبا دزدیدم و الفرار. صاحب این سر نام و نشان ندارد؟ تو که خنگ نبودی هورا. این سر حسین ابن علی است. حسین ابن علی، نوه رسول خدا. آها، نکند تردیدات این ساره نکبت تو را هم از راه به در کرده. حسین ابن علی بر خلیفه خروج کرد، این جرم کمی نیست. بیعت شکنی با خلیفه مسلمین گناهی است نابخشودنی. بیعت شکن نوه پیامبر خدا باشد. پسر نوح نبی هم پسر پیامبر بود و مغضوب خدا. اوه، این چه قیافه عبوسی است به خود گرفته ای. این مهلکه است نه محکمه. جلادانش هم
دو ضعیفه نادانند. تو به چه وعده این همه دروغ و دونگ میبافی رقاص؟ خیال کردی بر علیه من حرف بزنی تو را به مراد دلت میرسانند؟ حقیقت تلخ است خولی. کسی به من وعده ای نداده. نمیدانم حرفهایی که زدم به نفع من است یا به ضررم. فقط میدانم عین حقیقت است. اقرار کودکانه امروزم تأثیر همان برق عجیبی است که در سر بریده حسین دیدم. محمل میبافی زنک. چه برقی، چه کشکی. این موهومات مشتی خرافه است که عده‌ای را هار میکند و ما را خار. به خدا قسم نه خرافه است نه موهومات. من با چشم خودم دیدم که خون حسین می جوشید و تمامی نداشت. من به دستور خولی چنگ به زمین انداختم تا رد خون را پاک کنم، اما نشد. ای روسیا ساره، میدانی امشب میزبان چه کسی هستی؟ دلت میآید سر پسر پیامبرت را بر خاکستر تنور میهمان کنی. ساره، چه فرقی است بین سر حسین و سر جدش رسول خدا که بر سر او خاکستر تنور ریختند و سر حسین را بر خاکستر تنور انداختند؟ این محکمه است یا معرکه؟ این چه علم شنگی است؟ اون هم به خاطر هذیان گویی یک ضعیفه سراپا عقده. عبدالرحمن، حکم محکمه چیست؟ به زعم من اهانت خولی به سر بریده حسین ابن علی معصیتی است که من حدی برایش نمیشناسم. مثل ترک نماز است یا خوردن عمدی روزه. حق اللهی است که خداوند در قیامت اخذ می کند. اما این که خولی به طمع سر حسین و به نیت غارت اهل بیت حسین به کربلا رفته و قاتل 2 تن از شهدای کربلاست، حکم محکمه قصاص اوست. بن کامل، جرایم این ملعون را سیاهی کرده در ملأ عام جار کنید و گردنش را بزنید. بله امیر. پس این مسخره بازی ها چیست وقتی احکامتان را پیش صادر کرده اید؟ شما خیافه حاکمان عادل به خود گرفته اید تا عوام الناس را خرد کنید. این کلاه شرعی که شما برای خون ریزی هایتان بافته اید فقط بر سر جماعتی می رود که جدن در جد
خرند و خر مختار بترس از روزی که تو هم به جرم خونریزی انگشت نمای خلایق شد. اتهامات خولی به ما و دولتمان ممکن است موجب تشکیک و تردید بعضی ها شده باشد، اما خدا گواه است من بیش از هر کس دیگری به عواقب کار اندیشیدم. میدانم که هیچ دولتی بر خون استوار نمیماند. خون را با خون قصاص کردن ممکن است بر صراط عدالت باشد، اما یقینا اعراض از رحمت است و خداوند ارحم الراحمین است. امثال خولی اگر ما را متهم نکنند باید به حقانیت راهمان شک کنیم. کسی که خون آدمیزاد را دستمایه کسب و کار می کند باید حساب سود و زیانش را هم کرده باشد. گاه این تجارت به قیمت جان آدم تمام می شود. امثال خولی حساب زیانشان را نکرده بودند. و شما دو تن آزادید، هم از شر خولی هم از ترس ما و عذاب وجدان خودتان. زن خولی بودن گرچه ننگ است اما جرم نیست. احدی حق ندارد به ایشان تعرض کند. یزید اصبهی مفسد فی الارض و محارب با خدا، دشمن خونی اولیا، قاتل عثمان ابن علی و جعفر ابن علی در دشت نینوا، حامل سر پسر رسول خدا و اهانت به سر پسر زهرا، اکنون به حکم شرع مقدس سر از بدنش جدا و پیکر خبیثش به آتش سوزانده خواهد شد. عاشورا میدان آزمون جبر بود و اختیار. در عاشورا آدمی مخیر بود دیو باشد یا فرشته، انسان باشد یا حیوان. عاشورا میدان برد و باخت آدمیت بود. در عاشورا حسین حریت را فریاد کرد و حجت را بر آنان که عذر جهل داشتند تمام کرد. اما دنیا پرستان طماع کورگوششان را گرفتند تا حقیقت را نشنوند. این جماعت در روز عاشورا انسانیت را سمکوب استتوران کردند و نشان دادند که لاش خورانند به هیبت آدمی. آنها مرتکب شنیع‌ترین جنایت تاریخ شدند که از دوران آدم ابوالبشر تا امروز بی سابقه است. رحم بر ایشان جفای بر آدمی است. بخوان کاتب، جرم این ملاعین را بخوان تا انسان بداند چقدر مستعد شقاوت و شناعت و ددمنشی است. افراد ذیل متهمند که در روز عاشورا نخست البسه حسین ابن علی را غارت کرده و سپس داوطلبانه بر پیکر چاکش اسب تاخته و استخوان‌های سینه و پشت ایشان را شکستند. این افراد از قبیله هوازنند و عبارتند از رجاء ابن منقذ عبدی،
زمین را از لوث وجود چنین دیوان و ددانی پاک کنید. تا هرمله زنده باشد مختار کاری نکرده. پیشانی باز کنید سردار. با این روحیه جلو برویم کار قصاص گره میخوره. من از دل خونین مختار باخبرم. در میان قاتلین حسین هیچ نامی به اندازه هرمله روح مختار را زخمی نکرده. او برای قصاص هرمله روز شماری میکند. من شهروان باید دست از پا دراستر به حضورش برسم و اظهار ناتوانی کنم. بعد از فرار وقیحانه شمر و رفقایش که دارالشرطه را بی‌آبرو کردند، چشمان به گریزهای محیرالعقول هرمله روشن. به خدا مختار حق دارد از خامی دارالشرطه و شهربانش گلایه کند. جسارتاً چند روزی از دیدار با امیر مختار بپریزید. من حتم دارم در یورش بعدی هرمله را از نفس بیاندازم. نه ابو سعید، نه. آبروی ما برود بهتر است تا مختار از حقه‌ها و مهارت‌های دشمنان بیخبر باشد. خدا قوت، شهربان شهر هزار دالان هزار فرقه. ببینم سرفکنده باشی. شرمنده امیر، دست خالی آمدم. هرمله بدجوری خجلم کرده. دشمنت خجل سردار. سر راست کن. حکمت شکست را که دریابی خواهی دید که طعم تلخش گواراتر از طعم شیرین پیروزی است. من میادین سختی را تجربه کردم ابو اسحاق. هم غالب بودم و هم مغلوب. نه در غلبه ها احساس غرور کردم، نه در مغلوبه ها احساس عجز. مسافه با هرمله درمانده هم کرده. نمیدانم کجای کار خراب است. نیت درست، تیغ بران، دشمن نابکار، تله پنهان، احتیاط فراوان. نمیدانم چرا هرمله از چنگمان میگریزد. تا به حال 3 بار محاصره‌اش کردم، بی نتیجه. چرا روی کمک برادر ایرانیت حساب نمی کنی؟
تو به قدر کافی مشغله داری کیان. قرار نیست جور ما را تو بکشی. من اگر در انجام امور محول ناتوان باشم دست و پاگیر دولت امیرم. بحث ناتوانی نیست عبدالله. شکار هرمله تیری نامرئی میخواهد که در ترکش مأمورین مخفی است. تمنا میکنم روی مرا زمین نینداز. شکار هرمله را به من بسپار. کیان، شکار و قصاص هرمله از آرمانهای قیام است. چه من او را شکار کنم چه تو، فرقی نمیکنه. این گوی و این میدان. فقط مراقب باش کیان. هرمله جانور عجیبی است که همه جا هست و هیچ جا نیست. گاهی پشت سر است، گاهی پیش رو. در یسار است، از یمین تیر میاندازد. چاره‌اش را بلدم. اجازه میدهید امیر؟ اجازه را شهربان کوفه باید میدادند که دادند. ممنونم امیر. ممنونم جناب شهربان. برایم دعا کنید. میدانی چرا هرمله از جنگت گریخت؟ فکر کنم شکار هرمله نصیب و قسمت کیان بوده. میتوانست قسمت تو باشد. چون میخواستی با دست پر نزد امیر مختار بیایی قسمتت نشد. سبحان الله. همین طور است امیر. از تو چه پنهان رقابت خوشایندی با کیان داشتم. میخواستم از برادر عجممان عقب نمانم. پس هرمله ابلیسی است که ایمانمان را نشانه رفته. خدا به داد کیان برسد. کیان مرد سلیم النفسی است. حتم دارم از پس هرمله برمی آید.
محشر